شیخ بهایی داشت حرم رو درست میکرد. بعدش یه مرتبه گفتش که به اون اطرافیانش گفتش که من باید برم دنبال یه طلسمی، میخوام یه طلسم بذارم که گناهکار نتونه وارد حرم بشه. میرم دست نگه دارید، این سردری رو درست نکنید حرم رو تا من برگردم. رفت و برگشتید حرم افتتاح شده، درست کردم. با عتاب اومد به رفیقاش گفت چرا این کاری کردید؟ مگه من بهتون نگفته بودم حرم رو تموم نکنید، مخصوصا اون سردری من میخوام طلسم بزنم. گفت یکی از این خدام، یکی از اینا که کار میکرد خواب آقا رو. آقا گفتش که از من اولا تموم کنید حرم رو درست کنید، بعدش از من سلام برسونید به شیخ بهایی، بگید که او مرد خدا، پیر هنر، دست مریضا، معمار کرم خانه ما، خانه تابا، در خانه امید تو در فکر طلسمی. ما کار نداریم که آمد به چه اسمی، بسپار حرم را به طلسم کرم ما. بگذار بیایند همه در حرم ما. ما چشم براهیم گنهکار بیایند.